در بیشتر از 100 روز عمر حکومت وحدت ملی، جنرال رضوان اختر رئیس سازمان استخبارات پاکستان 3 بار به کابل سفر داشته است. به باور شمار از آگاهان نظامی، پاکستان در تلاش ناامن‌سازی مناطق شمال کشور و آسیای میانه است. این آگاهان تاکید می‌کنند پاکستان در تلاش گمراه ساختن جامعه جهانی و حکومت افغانستان است. استراتژی را که دارن میخواین از طریق اونمو سیاست های عوام فریبانی که قبلا افغانستان از پیدایش پاکستان تا به امروز به افغانستان پیش بردن، میخواین که به دنیا ثابت بسازن که ما هم در ایران صادق هستیم، ما هیچ وقت به اصطلاح تروریسم به وجود نآوردیم. در افغانستان یک آشفتگی در راه است. پیچیدگی وضعیت موجود، آمدن مهاجرین مسلح در گوشه و کنار افغانستان، بالا شدن پرچم داعش در بخش از مناطق افغانستان نشان میده که یک پروسه یا جریان جدیدی در افغانستان در حال اجراست که پاکستانی‌ها پشت سر از این قضیه قرار دارند و به گونه‌ای میخواهند که رهبری افغانستان اغفال بسازند. آقای کوهستانی سفر رئیس استخبارات پاکستان را در زمان اعلام کابینه تأسف بار می‌داند. ما با سفر رضوان اختر در فرصتی که کابینه افغانستان در حال اعلام شدن است بسیار متاسف هستم که در چنین اوضاع و احوالی سیاست حکومت افغانستان تحت شعاع قرار میگیرد. یعنی نشان میده که در انتخاب اعضای کابینه افغانستان پاکستان به نحو نقش داره و یا دخیل است. بعد از حمله طالبان پاکستانی به یک مکتب در پشاور که بیشتر از 150 تن کشته و زخمی شدند، حکومت پاکستان خواستار اقدام سریع کابل در مقابل گروه طالبان پاکستانی در ولایت‌های کنر و نورستان شد.